سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیو دیگه. من لیرومکس. اما توی این ویدیو قراره که بریم آنباکس میکروفون بیسیمی که جدید برام اومده رو تست کنیم، یعنی آنباکس کنیم. بریم سراغ ویدیو. این از دیجیکالا اومد، من بازش نکردم، اینو بدونید. دوربینم ببخشید بده خواب یک کوچولوه، فکر کنم خیلی بزرگتر باشه. و بریم خودشو این الان پلمپه باز میکنیم. بچه من توی دیجیکالا که دیدم فکر میگم خیلی بزرگتر از این حرفا باشه. بازش میکنیم. واه عجب چیز. بریم برای باز کردن، یعنی در بردن. یه میکروفون در میاریم. اوه دکمه خاموشش هم داره. این LCDش هم چی داره. یه دونه این چیه که ببخشید اینم واسه گوشی میخوره به گوشی. ببخشید من میکروفون نذاشتم چون میخواستم. اینم یه تبدیله که این همیشه نباید باشه. این میخوره به اینو مثلا میتونیم به گوشیتون اگه آیفون هست میتونیم بزنیم به اون. این حالا ما نیاز نداریم چون گوشی ما آیفون نیست. این چی؟ اون یکی. واه. و یه کابل هم داره برای شارژ کردنش. اینا کابل شارژشه. حالا شارژ چی؟ اینا هم شارژ میشه. این هم واسه میکروفون هاست هم واسه این بیلبیلکه. این هم شارژ میکنه، همشون رو شارژ میکنه. حالا شما میتونید از این استفاده نکنید، خودتون شارژ دارین و دفترچه راهنما میاریم. وای وای درازه. خب چند میکنیم؟ خب اولین کار که میکنیم این اوه جاله. گرفتم. من اینو زدم به شارژ. البته یه میکروفون رو با اون چیه رو زدم به شارژ، ولی خلاصه خیلی جعبش هم باحاله هم خودش. و اینکه یکم از این دفترچه رو بهتون هر دو بر یکی چینیه، یه برش انگلیسیه یه برش چینی. ما که نمیدونیم ایش کدوم بخونیم، ولی اول شماره یکش بود میگه که باید اول هر دوتا شارژ بشه. بعدش هم میگه باید اون چیه انقدری بزنی به گوشی و میکروفون رو خودت بذاری توی یقت. من جوری که توی دیجیکالا دیدم این فکر میکردم انقدریه جعبش. من فکر میکردم انقدریه. خودتون دیگه مقایسه کنید. ولی جدی ولی خیلی کوچیکه جوری که من دیدم. بعد یکم ببینیم شما رو بکنیم. خب بچه این دوتا شارژ شدن. بریم سراغ تستشون. اول اینو باید بزنم باید بزنمش به گوشی.
رفته بچه ها خیلی تو شارژ میشه. الان صدای بنده رو از این میکروفون دارین، خودتون تشخیص بدین. من نمیدونم چرا دست نمیگرفتم. واه خب بچه ها اینم از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه و اینکه هر سوالی دارین بپرسین تو کامنت این ویدیو بهتون جواب میدم. کیفیتش مقایسه کیفیتش با شما. و اینکه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی خداحافظ.